یک روز بعد اون که ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس موردهای نو گرفتاری به این ویروس را در کشور تصدیق کرد، وزارت تندرستی تاجیکستان نیز شام 22 ایون بار اول از ابتدای سال جاری تصدیق کرد که در 2 روز آخر در جمهوری 32 حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس ثبت شده است. بنا به اطلاع رسمی وزارت، روز 21 ایون در تاجیکستان 17 حالت نو کرونا ویروس ثبت شده است و روز 22 ایون 15 حالت. وزارت تندرستی از اول سال سرسختانه پایفشاری میکرد که در تاجیکستان یگان حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس آشکار کرده نشده است. این وزارت گزارش‌ها درباره به این ویروس گرفتار شدن و حتی ففتیدن ساکنان را رد میکرد و میگفت آنهایی که گویا با گمان کرونا ویروس بستری شدند در اصل به علت استعمال یخماس و آب خنک گرفتار بیماری‌های راه‌های نفس به مثل التهاب شش یا زکام شدند، نه کرونا ویروس. ولی به این افسانه یخماس و آب خنک دیگر کسی باور نمیکرد و بالاخره روز 21 ایون ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس تصدیق کرد که در حقیقت در مؤسسه‌های تندرستی مملکت حالت‌های گرفتار شدن به بیماری سرطانی کرونا ویروس به قید گرفته شدند. ستاد گفت عامل اساسی خروج نوبتی بیماری مذکور را متخصصان در بی‌توجهی، رعایت نکردن مهلت معین شده برای خودمحافظتی شهروندان مملکت که از خارج کشور برگشته بودند، استفاده نکردن نقاب و دیگر توصیه‌ها ارزیابی می‌کنند. وابسته به این ستاد از هر یک ساکن مملکت قطعاً رعایت نمودن توصیه متخصصان ساحه، به ضرورت گشت و گذار نکردن، استفاده نقاب در جایهای جمعیتی و دیگر موادهای بی‌ضررگردانی را طلب کرده است. در جلسه ذکر کردند که متاسفانه وقتهای آخر در قلمرو جمهوری تاجیکستان نیز ساکنان بی اهمیتی ظاهر میکنند که میتواند دلخواه حالت را به میان آورد. چنین به نظر میرسد که رسانه‌ای شدن خبر مرگ معاون وزیر فرهنگ قربانعلی عبدالرحیم زاده و روحانی شناخته عبدالرحمان باقی‌زاده از کرونا ویروس مقامات بالایی تاجیکستان را به خلاصه آورد که دیگر پنهان کردن موج نو کرونا ویروس بیهوده است. ولی در این باره که آیا بعد تصدیق حالت نو کرونا ویروس و طلب شدیدتر کردن رژیم مبارزه با آن، چاره‌بینی‌های چون مارشروفکاها که میتوانند به منبع پنجشنبه این ویروس تبدیل یابند منع کرده میشوند یا نه، خبری به دست نرسیده است.